رو ایرید شما. سلام خانم دکتر. سلام ارشد. بی تربیت. رو ایرید خط بعدی. سلام خانم دکتر شورپیچیان. سلام. من خیلی افسرده شدم. خب 6 ماه پیش داییم مرد. خدا رحمت کنه، بفرمایید. شمال زندگی صدا میکرد، ما کل خانواده با مینیبوس راهی شمال شدیم. تو راه جاده شمال تصادف کردیم. توی همین راه تصادف که بودیم داشتن ما رو میبردن بیمارستان، سیل اومد ننم و سیل برد. ای بابا. بابام بوده رفت دنبال ننم، از تو آب نجاتش بده، تو جنگل ها دنبالش میگشت تا اینکه بابامو شغالا خوردن. ای بابا چه اتفاقای بدی. من رفتم دنبال بابام تو جنگل بگردم، دیدم چه خوردیم با آتش سوزی جنگل ها، دست و پایم سوخت. واسه ببینم دست و پات سوخته الان؟ دست و پام سوخت، قطع کردن خانم دکتر. الان شما دست و پا نداری؟ نه، قطع پس کردن. چجوری تماس گرفتی با من؟ با اصل کاری دیگه خانم دکتر.